این روزها آقا سعید 37 ساله به شدت دغدغه کاهش ارزش اندوخته‌هاش رو داره و افکارش درگیر وضعیت اقتصادی نابسامان موجوده. دیشب که مشغول بازی با بچه‌های دوست داشتنیش بود، متوجه شد بخش بزرگی از نگرانیش در این شرایط بیشتر مربوط به آینده این دوتاست. قبل از خواب در حال گشتنی در دنیای مجازی بود که به طور اتفاقی پست مربوط به محاسبات محصول یونیت لینک بیمه زندگی بیمه سامان رو دید و نظرش جلب شد. خواب از سر آقا سعید پرید. بلند شد و رفت بچه‌هاش رو که در آرامش خوابیده بودن تماشا کرد. افکار آقا سعید سامان پیدا کرد. حتما به ما سر بزنید و ما رو دنبال کنید.